سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. امروز قرار بریم با هم دوستان بازی شبیه ساز جدید به نام الکترونیک سیمولیتور. دوستان یه بازی شبیه سازه که باید وسایل الکترونیک بفروشیم. اصلا نمیدونم چجور بازی تازه دانلودش کردم و تازه بازی منتشر شده. قبل از شروع دکمه لایک و ساب بزنید بریم ردم ویدیو. لیتس گو. خب دوستان داخل بازی اینه یه تاپالی اناخت موبایل بازی. حالا اشکال نداره. خب سن فلج زده بیا اینجا، میره توی این چیز این که چی میره توی مارکت. اصلا ما همین بسته اول یه استاز فارش میدیم $97. خب ما اولم نمیدونم چقدر پول داشتیم. خب ارسال فست هم هست، یعنی فست خیلی فست خیلی. اینو میرسه به اشغال، اینم برمیداریم و میکنیم ستا بسته. چرا اون رو نگرفتم؟ همش خیلی مهمی نیست. خب اینم دوتا بسته و اینم از سومیش. خب خیلی خوبه، قیمت میشه بگذاریم روشو، خیلی خوب. ولی این چجور قیمت بذاریم روشو بذاره فردا تغییر میکنه، مثلا قیمت بالا پایین میشه یا نه. آنچه $7 دوستان، $7 و 98 سنت توی بازاره. ما $7 و 97 سنت میدیم، 1 سنت از بازار کمتر. خدا سر شد. خواستم میریم مغازه رو اوپن کردیم، بیاییم ور بازار. دو طبقه شارژر موبایل دارم، موبایل تایپ سی هم هست، درجه 1 از امریکا به دستم رسیده. خب اولی مشتی اومد داخل، سرسنگیم سلام داشت. خب بیایید اینجا پشت دق باشیم و هر پول 3 سنت ببودیمش. 1 2 3 اشتباه چپ راست کلیک. خب یکی از چیزاش فروش رفته. اینطوری می اینجا این معلوم میخواه 7 تا بخیر. حالا زایمش یکی میخیر میرد خونش. آجی یه را سب کن. آجی این از توی این رد شد، از توی این رد شد. آجی از تو سیاره اون دو شیجمت تو صد آشخور رد شد. این کاکا سنگی ایوار اومد بیرون. هیچ حرفی ندارم، هیچ حرفی ندارم. خب این کارتش $9 و 97 سنت. اوه هم $7. اوه آجی میشد بکشید. من یه دیگه باگی زده بودم. پول میابودیمش $2 و 3 سنت. به به چاکری خالص. شما میتونین حساب نکته مفتی بره جانم قابلی نداره. خیلی ممنون شما. خب $7 و میشه یه بیشتر بکشه چی نشده موقعی چی. خب 1 سنت فکر کنم بشه چی. یه مشتری دیگه بیاد. خب مشتری اومد. حالا شانس شما شد. اگر شد همه 1 سنت بیشتر میشیم قیمت بهادار. دیگه من دارم ضرر میکنم. 1 سنت دارم ضرر میکنم. فکر کن حالا $7 و 98 نمیشه. بیلاخت لایی بیا نوشتن باید 30 تا مشتری رد کنیم. نه دیدید دوار همین دقیقا عموج اومد توی اینو کاکا سنگی رد شد اومد داخل. خب اینم یه جعبه برداشت، ببخشید دستم خورد. خب $7 و 97 سنت. ایوان حتی مشتری به امروز 30 تا رو تو میکنه. نفر بعد ولی فکر کنم خدایش سود خوبی داره. ما کانون این قبض داریم، پول هر چی سفارش داریم درماد هرچی. الان دوباره او میخوابه رفت. نفر دیگه نه این باگ بشه حداقل ایجا گیر کنته. استابل گایز باشه. داشت درست نگیم باید نیست دوستا بخیر ما راحت کنه. یه 7 این قفصه رو ببر رایگان. $7 و 97 سنت. اصلا نوتش از $6 هرچی پول داریم. نمیدونم ای دلار حساب میشه فلش کن. خیلی مهم نیست. $7 و 97 سنت.
نفر بعد. نه دیدی این بازی کلا باگ ساخته شده. اول باگ بوده، بعد دست پا در ورده، بعد شده یه دونه بازی برای یه سیستم. منطقه می باشد. نشینه تو کن بودیم هیچی فکرم می شده چی کسب این مشتری را می رازیم $7.97 هجی شد کو آره میشه هجی. خب اینو میاریم عقب همینجا میذاریمش. مشتری همون خرید میکنه بیا اینجا واسه یه قلقه یه دونه مغز کار کنه میشه. حالا اینو رد کنه باگ نشه داره بازی خودش یه حالا باگ داره فکر کن. $12 میابدش یه 5 10 1 2 1 2 3 برو خونه تو میشه یه دقیقه نیایید من اینو جابجا کنم خود راحت تر باشه. این 3 سنت باشه مال من با چش گدایش ما بیمه 3 سنت بیشتر میدم تو. از اینو میگرونیم ایوه اشتباه شد دست نخور بکش کنم پشمو بینه حالا باگ میشه. نه این تو ورش رفته با باگ شد چرا بیا آقا باگن. خب دوستان مرسی که این همراه من بوده. از این نه من دوستان از اول میدونم دوبار باگ شد دیگه تمام ویدیو تمام میشه. خب دوستان ما دوباره از اول اومدیم دوستان. همین الان من اینو تغییر دادم اگه خواست باگ بشه نمیشم خواست من اینو دوباره میرسه به همون قبلی ویدیو رو ادامه میدم. خب دوستان من به هر جور بعد وقتی که بود اینو ایول کی کردم و باز اینا باگن دوستان نگاه کنید. خب الان من اینو حساب کردم باش آجی این پولش خورد کنه آخه هیچ حرفی ندارم و اینو طبیعت من نگاه چقدر خرپلانه چه داره کار میکنه. این 70 این 80 این 90 این 2 سنت تو میخه 1 2 3 ای ماشاءالله این دوتا خریده این برای خوش دوست ساخته. خب این شد ایقه نزد اگر شد الان باگ شده. خب مشتری حتی بیاد تا نیم ساعت دیگه داره بسی مثلا یه مشتری میاد دوستان این تو این رد میشه این که هیچی. خب اگه یه فر از این ور بیاد دوستان میاد بعد اینجا این طرف اینجا بعد دورش کنه تو مغازه. آجی خیلی بازی باگ داره. این بازی اول باگ به بعد دست پا در بعد شده گیم. خیلی آجی بازی باگ داره مرگی. این به خودم مربوطی که همراه تا $1 گذاشتم بیش کس ربطی نداره. دوست داره همسد بازی هر چیز همه رو $1 میدم. دوستان من ماموریت انجام میدم میبینم خیلی زورم میرسیم ماموریت این چه فقط شهر بوده چی اینجا تاریک شد لامپی نره واسه لامپ مغازش نکنم دلم خواهد لامپ داشت این دیگه 11 آره آنه داره خدا شد همش این دنزت چاست مسقال روشن نمیکنه که اما نت شب نگاه علمت اینجا آره دیدی این باگه دوستان این همش باگ دوستان. این عمقی دیش تو شد اینجا قرمز بود ولی این سواد میگوش اینجا بعدی که از ور رفت اصلا بازی تو در دیواره بازی اصلا اوضاعش خیلی خرابه. من چه سازنده بازی چه فکری که بعد بازی ساخت خیلی اصلا وضعیت بازی جرات حاجی سالی هر چقدر شب شده. خب یه جوری که هوا چرب ماننده. من ماشین خانم حساب کنم حامله ای؟ من ربطی نداری در کار پرسید ورگه $5 سکوه $5 مثلا $5 دادمش اف بزنی دیتمون میشه. خب دوستان مرسی که اینجا ویدیو همراه من بودید. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. اینجوری خیلی میتونید حمایت کنین تا پارت بعد همینجوری شادمانه و خفن بمونید.